همونطوری که میبینید ما خیلی وقت مواظب شما هستیم آقای اندرسون. ظاهراً شما 2 زندگی دارید. در یکی شما توماس اندرسون، یک برنامه نویس در یک شرکت نرم افزاری هستید که بیمه پرداخت میکنی، مالیات میدی و حتی به پیرزن صاحب خونت برای بردن آشغالا کمک میکنی. زندگی دومت در کامپیوتره که به سیستم‌های کامپیوتری به طور غیرقانونی وارد میشینی و تقریباً تمام قوانین مربوطه رو زیر پا گذاشتی. یکی از این زندگی‌ها آینده داره و یکی دیگه نداره. من سعی میکنم برم سر اصل مطلب آقای اندرسون. شما اینجا هستید چون ما به کمک شما نیاز داریم. ما میدونیم کسانی با تو تماس گرفتن. یه نفر که به خودش میگه مورفیوس. هرچی که تو راجع به اون فکر میکنی مهم نیست. اون یک تروریسته و جزء خطرناکترین انسان هاست. همکاران من میگن من با تو فقط وقت تلف میکنم، ولی من فکر میکنم تو کار درست رو انجام میدی. ما حاضریم از تمام جرمهات بگذریم و بهت اجازه بدیم همه چیز رو از اول شروع کنی. تنها کاری که ما از تو میخواییم اینه که کمک کنی یک تبهکار دستگیر بشه. بله، به نظر معامله میاد، ولی من یه راه بهتر سراغ دارم. چطوره؟ من انگشتامو بهت حواله میدم و در ضمن تلفنم میخوام بزنم. آقای اندرسون، تو منو مایوس کردی. تو به این کارا نمیتونی منو بترسونی. من به حقوقم آشنا. میخوام یه تلفن بزنم. به هم بگو آقای اندرسون، اگه نتونی حرف بزنی با تلفن صحبت کردن چه فایده ای داره؟ تو به ما کمک میکنی آقای اندرسون، چه بخوای چه نخوای.